استاد یک زن چند روز است که در زیر همین کامنت ها می نویسه که همین سوال ما را به استاد برسانید در مورد مردهایی که دو زن میگیرن نسبت آنها عدل نمیکنن و بسیار وقت در سفر هستند دیگر همسرشون خدش میبرن اینا را نمیبرن در همین باره خواهش کردم که استاد بگین یگان چی بگن. الله المستعان. لا حول ولا قوة الا بالله. واقعا بیزنی هم مشکل است، زنداری هم مشکل است و این دنیا خودش مشقت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. برادرایی که اصلا دو زنه و سه زنه هستن اصلا اینا آدمای خوب هستن. برای چی؟ برای اینکه اینا از ترس زنا زن گرفتگی هستن و بسیار برادرایی که یک زن دارند، بله هستند برادرایی که به یک زن قانع هستند، از زنی موافقی طبعشان فرامده است و تقواشون هم زیاد است، با یک زن قانع شدند و از زنا دور هستند. این خیلی آدم ها هم هستند، لیکن بسیار برادرایی که یک زن دارند زناکار هستند و یکی آنها نمازخوان بود. سبحان الله، از من پرسید که داملا چی خیل کنیم که از زنا دور شویم؟ گفتم که زن گیر، زنی دیگر گیر. گفت خدا نگاه دارد. بعضی مردم گمان میکردن که دوزنگی یک بدبختی است، یعنی که به زنا خدا نگاه دارد نمیگوید و به زنگیری خدا نگاه دارد میگه، یعنی که از دوزنگی خدا نگاه دارد میگه، لیکن میگوید که از زنا چی کنم خلاص خورم. یعنی راهی حلالش زنی حلال. وقتی که انسان دو سه چهار زن شریعت اجازه داده است اگر گیرد واقعا شهوتش آرام میشد. ولی عدالت هم فرض است. بله الله سبحانه و تعالی گفته است که شما اگرچه حریص باشیدن بین زنها 100% عدالت کرده نمیتوانید، یعنی عدالتی معنوی، عدالتی محبت برای 4 زن یا 2 زن برابری تقسیم کرده نمیشه. چقدر با یکش مثلا عشق ورزی کند با یکی دیگرش همین قدر کرده نمیتواند. این الله تعالی حتمی نکرده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اللهم هذا قسمی فيما املك فلا تلومنی فيما لا املك و تملك. ای الله، این تقسیمات من به آنه که من قدرت دارم، تو مرا ملامت نکن به آنه که من قدرت ندارم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 زن داشتن، محبت بر 9 زن تقسیم کرده نمیتونستن برابری. یعنی گفتن که من تقسیمات کردم، شب را برابری تقسیم کردم، نفقه را برابری تقسیم کردم، عدالت قطعی. ولی محبت یا بعضی کارهای متعلق به محبت نمیتونم برابری تقسیم کرده. بنابراین اینش تو بخش این کاری که تو میتوانی من نمیتوانم. یعنی این قدرت الله تعالی برای بندگانش نداده است. این البته عوف است، لیکن وقتی که سفر برآمدنی باشد اگر خواهد به ترتیب سفر براید، مثلا گفت که این هفته این دفعه همسری کلانی به سفری عمره میرد، مثلا هفته آینده همسری میانه، دفعه آینده بعد همسری خوردی مثلا، و همگان به این راضی شدند به همین ترتیب میرد. یا اینکه مثلا همسری کلانی میگوید که من عین حال کودکی شیرخواره دارم، مثلا من سفر به امکانیت ندارم بگذار فلانی رود، اجازت داد. مثلا اگر هر سش هم طلبگار باشد و مردک فقط یک تشه برده تواند، در این حالت قرعه میپرتاید، نامی کدامش براید قطعی همان میرد به سفر و حرکت کنید. برادرای عزیز، بله عدالت آسان نیست، لیکن عدالت کنید، چون که این فرمان شریعت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که 2 زن داشته باشد و به سوی یکتش بسیارتر میل کند، جاء یوم القیامت و شقه مائل، روز قیامت میگوید یک طرفش کج است، مائل، یا یک طرفش شال است. در بعضی روایت ها یک طرفش کار نمیکنه، که یک زن بسیار روی آورد و یک زن کم روی آورد. ولی زنهای این خیلی پر بی نفقه، بی خبرگیری ماندن گناه است. ولی زنها هم کوشش کنید به مردهای خود مجبور، یعنی که حقارت، دشنام مجبور نکنید که به سوی شما اهمیتیت، فقط با راهی خوب، با اسلوب نیک و از الله تعالی پرسید که در قلبش شما را جایگیر کند و عدالت کند. واقعا طبق شریعت زیستن
مشکل است. لا حول ولا قوت الا بالله. کسانی که بسیار زن دارید از الله تعالی یاری پرسید. لا حول ولا قوت الا بالله. من برای اجرای طاعت و عبادات و برای دور بودن از ظلم و گناه قوت ندارم مگر با یاری الله تعالی. از الله تعالی یاری پرسید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میپرسیم. یا الله برای ادای حقوقت و برای ادای حقوق بندگانت برای من یاری ده و الا من حق اینها را داده نمیتوانم. یاری میپرسید. بله و حرکت کنید برادرایی که 2 زنه و 3 زنه هستید. بله شکایت ها خیلی زیاد آمدگی هست که گرفته است نگاه نمیکند، پول اجاره مو هم نمیتید، حتی بچه ها مو پولش نمیتید. یک زنک برای من نوشته است که من کو زنگ زنم من پول را جواب نمیتید، لیکن بچه هم زنگ زند، این بچه شوهرم، یعنی که فرزندش اگر زنگ زند فرزندش هم به روی خط سیاه در آورده است. فرزند یعنی که فرزند شما هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که به یک آدم بد بودنش کفایه میکند که اهل و عائلش ضایع کند. یعنی که در یک بیابان پرت افتسو اهمیت نمیتید، نه به طعامشان، نه به شرابشان، نه به تربیهشان. یعنی به یک آدم بد بودنش همین کفایه است. بعضی آدم ها در نزد یار و دوستاش آدم خوب، همه آشناهاش، یا زن به من نوشته است که شوهرم اگر تمام دوستاش پرسی آدم خدا ترس وصف میکند و آدمی بسیار خوب خوش چخچق، لیکن در خانه این خیلی نیست گفته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی، او کما قال صلی الله علیه و سلم. بهترین شما آن آدمی که در نزد اهلش بهترین باشد، به اهلش بهترین باشد و من بهترین شما به اهلش هستم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد اهل و عائلشون هم بهترین بودن. الله سبحانه و تعالی ما شما را از جمله بهترین ها کند. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.